در حین اقامه نماز همون مار نجات یافته به دور گردنش پیچید، گفت تو را میگزم، تو را نابود میکنم. به الله قسم عین اون مصیبت که دامنگیر اون بنده الله شده، ما کردها هم الان به اون مصیبت گرفتاریم. به دست کی؟ به دست اون کسانی که ما روزی اونها رو نجات دادیم، در بین اینها گیر کرده ایم. اگر به اون طرف پناهنده میشن، به طرف عربها اونا رو اجیر میکنن، جاسوس میکنن، سرکوب میکنن. اگر به طرف پارتی ها میان همچنین، اگر به طرف آناتولی ها و ترک ها میرن، به طرف روس ها میرن، به طرف بعثی های لعنتی میرن، همینطور. خصوصا در این عصر هم بعثی ها و عربی های سوسیالیستی مارکسیستی به نام انفال یا غنیمت جنگی هممون شاهد بودیم که چه بلایی به سر کردها اومد. از اون طرف ترک ها هم میگفتن اینا ترک های وحشی هن، اصلا نژادی به نام کرد وجود نداره. این است که میبینیم در کردستان، در نصف بیشتر سرزمین ترکیه متعلق به کرد هاست و حداقل 50% سرزمین ترک کردند. حتی زبان اونها رو ممنوع کردند، لباس اونها رو ممنوع کردند. در ایران هم به ما میگفتن ما با کفر می جنگیم نه با کرد، یعنی کردها کافرند، کردها انسان نیستند، مسلمان نیستند. و این است که میبینید که وضعیت ما در کردستان اینجا چطور است، چه بلایی به سرمون اومده. مردهای ما را کشتند، ترور کردند، جوانهای ما را به خاک و خون کشیدند. در زمان جنگ 8 ساله اکثر جوانای ما به جبهه می رفتند و کشته می شدند. مادران ما برای به جبهه رفتگان نان می پختند، آشپزی می کردند، مرزها رو اداره می کردیم مردانه. الان هم بیشتر شخصیت های لایق و شایسته کرد یا ترور شدند، مثل ماموسا ربیعی که الان اون برده ذلیل خار رو به عنوان جانشینش انتخاب کردند. یا در سرپل یک سیگار فروش که در دین اهل سنت سیگار مثل خمر و خنزیر حرام است، اونو به عنوان امام جمعه سرپل انتخاب کردند. یا در فلان جا، یا در فلان جا. الان هم اینا به ما میگن که شما حق حیات ندارید، شما باید ذلیل و برده و جاسوس ما بشید، شما در سرزمین آبا و اجدادیتون حق ندارید زندگی کنید، ما شما را روزی میدیم، آب و برق و حقوق و همه مزایا الله نمیده، ما میدیم. ولی الله جل جلاله میگه و ما بكم من نعمت فمن الله، هر گونه نعمتی که شما تصور کنید از جانب الله جل جلاله. هیچ حکومتی در دنیا 1/1000 حکومت سلیمان پیغمبر قدرت و ثروت و امکانات نداره. هرگز سلیمان پیغمبر ادعا نمی کرد که بگه من 1 دانه گندمو به گنجشکی دادم. اگر می گفت الله نابودش می کرد. ولی این حکام ظالم ما رو گرسنه نگه می دارند، ما رو می کشند، ما رو زندانی می کنند، ما رو ذلیل می کنند، ما رو بیدین می کنند، اجازه نمی دهند آداب و رسوم اصیل خودمون رو حفظ کنیم. بعد میگن مثل خر دجال. چطور میگن؟ خر دجال خیلی عذر میخوام مدفوعش به خرما تبدیل میشه. بعد میگه هر کسی که دین مرا بپذیره، از دین توحید ابراهیمی دست بکشه، من بهش خرما میدم. به الله قسم
الان اون بلا به سر ما اومده، ما آزاد نیستیم، ما برده ایم. یک بار من در زندان بودم، یه آخوندی اومد پیش من، بعد گفت الان فرصت اونه که تجدید نظر کنی، بیرون وقت نکرده ای به اسلام اصیل پی ببری، حالا فرصت خوبیه اینجا، کتابهای خوب در اختیارت هست، بیا بازنگری کن. قبلا گمراه بودی که راه خلفای راشدین و مهاجرین و انصار و عایشه رو در پیش گرفتی، بیا یک فرصت خوبی خداوند برایت فراهم کرده. حیفه که تو در زندان بپوسی، تو باید پشت منبر باشی، مثل حاجی آقا محمدی، مثل حاجی آقا قفوری، امام جمعه مترسک مزدور دست نشانده روانسر، مثل ملا رشید، مثل ملا سیگار فروش، مثل ملا مزدور. ما به اونا امتیازات میدیم، ماشین میدیم، حقوق میدیم، این چه بهش میگن، دفترچه خدمات درمانی میدیم، فلان میدیم، تریبون هم در اختیارتون میذاریم. درباره وحدت حرف بزنید، اسلام اصیل رو برای مردم بگید. حیف است که شما در زندان بپوسید، اینجا جایگاه شما نیست، لایق شما نیست. من به شما نصیحت میکنم، شما رو دوست دارم، مثل اون شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفره قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. بعد منم در جوابش گفتم حاجی آقای نامحترم، ببین شما 30 سال حکومت دستتونه، قبل از همه شما آقای مثل امام زمانو دارید که به ادعای خودتون میلیاردها برابر بمب اتم قدرت داره. 30 سال حکومت دستتونه که هزاران پروفسور و مرجع تقلید و آیت الله العظمی تولید کرده اید، یک زندان 70 میلیونی درست کرده اید، 100% صدا و سیما رو ضبط کرده اید، دانشگاه ها و رسانه ها و قدرت و ثروت و بیت المال و همه چیز در اختیارتونه. ما رو هم اسیر و زندانی کرده اید. حالا از این همه نیرو که دارید چه نیازی دارید که ما رو میکشید، زندانی میکنید، دهانمون رو میبندید؟ از اون همه نیرو که دارید بیایید در یک میدان وسیع صدا و سیما رو بیارید، یک تعدادی افراد رو بیارید با انواع تیربار و اسلحه، بعد از اون همه نیرو یکی از شما بیاید و 2 ساعت 3 ساعت با ما بحث کند، ثابت کند که شما دارای اسلام ناب هستید و ما بر گمراهی هستیم، تا تمام ملت ایران ما رو بشناسه، اونگاه ما رو تیرباران کنید. ولی بدانید که شما باطلید، فقط زور دارید. نگاه کنید که ما چقدر محرومیم از 39 برنامه ملی صدا و سیما، ما 1 ثانیه هم در اختیار نداریم. میخواهید با ما چه کار کنید؟ الله پشتیبان ماست، ما همین جوری که شما میخواهید ذلیل و برده و خار نمیمونیم. به هر حال این مطالبی بود که من لازم میدانستم مقدمه ای برای سرگذشت موسی و بنی اسرائیل. آیه اول از سوره قصص رو به عنوان مقدمه من تلاوت میکنم. میفرماید نعوذ بالله من الشیطان الرجیم طاسیم تلك آیات الكتاب المبین نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم
یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. می‌فرماید این همان آیات کتاب شناخته شده روشن و آشکار است. به تأنی و آرام و به موقع و به جا و در جای خود بر تو میخوانیم و تلاوت میکنیم از خبر بسیار بزرگ و آشکار موسی و فرعون. اون چه که حقیقت است بازگو میکنیم. البته سود اصلی این تلاوت رو قوم ایمانداران ازش بهره میبرند. بیگمان فرعون بر روی زمین سرکشی کرد و اهل این زمین خدایی رو در میانشون تفرقه انداخت. یک عده رو کشت، یک عده رو جاسوس کرد، یک عده رو اجیر کرد. یستضعف طائفة منهم، یک طایفه از آنها رو به نهایت فقر و فلاکت و زیردستی کشاند. یذبح ابناءهم، فرزندان آنها، پسران آنها، رجال و افراد توانا و قوی آنها رو ذبح می کرد و زنان آنها رو برای فحاشی و بردگی زنده نگه می داشت. انه کان من المفسدین، بیگمان او از تبهکاران بود. اما اراده الله جل جلاله چیز دیگری است. خداوند می‌فرماید و ما قصد و اراده حتمی کرده ایم که نعمت فراوان ارزانی داشته ایم بر اون کسانی که به ناحق و از روی زور و اجبار به استضعاف کشیده شده اند در روی زمین و آنان را پیشوایان و راهبران لایق و شایسته گردانیم و آنها را وارثین این زمین بگردانیم.